چالش 60 ثانیه جلوی دوربین، روز 6. امروز میخوام داستان بوکستاگراممو بگم. من وقتی که بچه بودم همیشه با بابا میرفتیم نمایشگاه کتاب بگیریم. بعد بعضی وقتا خب خیلی سختم بودش که کتاب انتخاب کنم بین اون همین کتابی که نمایشگاه بهمن داشت مثلا. بعد یه بار بابا یه حرفی زد، گفتش که از هر کتابی که میخونی حتی اگر که یه جمله‌شم یادت بمونه یا رو تاثیر بذاره، اون یعنی اون کتاب خوبی بوده. خیلی سخت نگیر، همین یه کتابی که فکر میکنی برات تیترش جالبه رو بردار، توشو نگاه کن، اگر که یه جمله جالب دیدی اون کتاب رو انتخاب کن. و همین شد مبنای بوکستاگرام من که در واقع بیام اون یه جمله‌ای که از هر کتاب برای من موندگار شده رو باهاتون به اشتراک بذارم. اسم بوکستاگرامم از همین میاد، ابوک اکوت، یعنی یک کتاب و یک نقل قول از هر کتاب.